اووزخان محبوب هنرمند خلقی تاجیکستان دولتمند خود برای معالجه در روسیه قرار داشته است. در این باره روز 13 فوریه سال 2024 در فیسبوک ژورنالیست مرادزاده سعید جمال خبر داد و از مخلصان اووزخان شناخته دعوت کرد که در حق او دعا کنند. او درباره از کدام بیماری رنج کشیدن استاد دولتمند خود یگان معلومات مشخص نداد. تنها نوشته است که هنرمند معروف 73 ساله بعد تبابت‌های زیاد در دیگر کشورها امروز در فدراسیون روسیه در معالجه قرار دارد که شاید دعای ما و شما بر خدمت‌ها و زحمت‌هایش به خلق و وطن در این شب و روز سری وقتی باشد. صدها نفر در زیر این خبر برای استاد دولتمند خود دست به دعا گشوده از خداوند برایش شفای کامل و عاجل می‌خواهند. همچنین جمعی از مخلصان این هنرمند معروف از وزارت فرهنگ تاجیکستان خواستند تا برای کمک به دولتمند خود و نزدیکانش برای طبابت او یک صورت حساب مخصوص بگشایند تا مخلصان استاد بتوانند کمک خود را به او برسانند و به این وسیله به خدمت‌هایی که دولتمند خود در رشد فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی کرده است ارج بگذارند. دولتمند خود یا دولتمند خولوف اووزخان و فلکسرای اووزادور تاجیک آهنگساز سنتی هنرپیشه مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی 26 اکتبر سال 1950 در دهه داغستان نویه شوراباد حالا شمس‌الدین شاهین در عائله هنرمند سنتی تاجیک به دنیا آمده است. سال 1958 تحصیل را از مکتب دهه آغاز نموده سال 1963 در مکتب اینترنت به نام دیوتی شهر کولاب و سال 1964 در اینترنت دولتی کمونیسم دهه سر چشمه نویه مسکو حالا همدانی ادامه داده است. سال 1971 به شعبه موسیقی و سرود دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام ترسونزاده داخل شده آن را با دیپلم اعلی ختم کرده است. دولتمند خود بعد ختم دانشکده سالهای زیاد در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام ولی زاده شهر کولاب کار کرده 20 یولی سال 1989 با قرار حکومت تاجیکستان در نزد تئاتر کولاب تحت سروری دولتمند خود انسامبل دولتی فلک تأسیس یافت. از سال 2004 در پی تأسیس یافتن انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باعث رهبر بدی این انسامبل کار کرد و ماه مارس سال 2020 در آستانه 70 سالگیش به نفقه برآمد. سالهای آخر دولتمند خود در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبشو ستاروف و شاگردان درس میداد. دولتمند خود یکی از استادان صاحب مکتب فلکسرای اعتراف شده است. او مؤلف دهها ترانه و آهنگ است که در فوند طلایی موسیقی تاجیک ثبت شدند. دولتمند خود سال 2018 سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان نیز شد. حالا پسرش لایق‌شاه دولتمند که استاد او را به شرف شاعر توانای تاجیک لایق شیرعلی نام کرده است راه پدر را ادامه داده ایستاده است.